جاذبه‌های گردشگری آمریکا. آمریکا انقدر پهناور و دارای مناظر متنوع است که شما قادر هستید تمام عمر را صرف کاوش در آن کنید. در گوشه‌ای جنگل‌های بارانی و معتدل و در گوشه‌ای دیگر بیابان‌های شنی سفید و دره‌های عمیق است. ما در این پست به شما مکان‌های دیدنی از آمریکا را معرفی خواهیم کرد. 1. پارک ملی آکادیا، ایالت مین. پارک ملی آکادیا یکی از زیباترین پارک‌ها در ایالات متحده است و مکانی جالب برای یافتن آرامش میباشد. در فصل‌های سرد می‌توانید از پیاده‌روی و تماشای شاخ و برگ درختان زرد شده لذت ببرید و در تابستان از شنا در اقیانوس اطلس. همچنین مناظر فانوس‌های دریایی و طلوع‌های خورشید در بالای کوه کادیلاک مطمئناً ارزش سفر را دارند. 2. ساحل ملی جزایر آپوستل، ویسکانسین. ساحل ملی جزایر آپوستل که در شمال ایالت ویسکانسین قرار دارد، باریکه‌ای از خط ساحلی و 21 جزیره را در دریاچه سوپریر در بر می‌گیرد و مسیرهای راهپیمایی خط ساحلی پوشیده در صخره‌ها و غارهای دریایی است. از فعالیت‌های محبوب در این منطقه می‌توان به پیاده‌روی، قایق سواری و کمپینگ اشاره کرد. همچنین در زمستان مردم می‌توانند بر روی دریاچه یخزده راه بروند و غارهای یخی را تماشا کنند. 3. باتلاق‌های آچافالایا، لوئیزیانا. بزرگترین باتلاق آمریکا با مساحت 5700 کیلومتر باتلاقی به نام آچافالایا می باشد. این باتلاق شامل برکه‌ها، مرداب‌ها و خورهاست که سرمنشأ همه آنها رودی به نام آچافالایا است که نهایتاً به خلیج مکزیک ختم می شود. این منطقه به خاطر تنوع اکولوژیکی خود مورد توجه گردشگران قرار دارد و شما می توانید با قایق از سرف‌های ساحلی، پرندگان آبی، تمساح‌ها، خرس‌های سیاه و غیره دیدن کنید. 4. پارک ملی بدلندز، داکوتای جنوبی. پارک ملی بدلندز که در گوشه جنوب غربی داکوتای جنوبی قرار دارد، با منظره‌ای ماورایی متشکل از لبه‌های زنگ زده و قله‌هایی که هزاران جریب بالا آمده‌اند، به بازدید کنندگان خوش آمد می‌گوید. در این منطقه می‌توانید چشم‌هایتان را ببندید و تصور کنید در مریخ هستید. این منطقه به علت زمین شناسی خیره کننده‌اش دریچه‌ای به باستان شناسی منطقه به ما ارائه می‌دهد. همچنین فسیل‌های یافت شده در آنجا ثابت می‌کند حدود 75 میلیون سال پیش در این منطقه دایناسورها می‌زیستند که آنجا را به گنجینه دیرینه شناسی تبدیل کرده است. 5. پارک ملی بیگ بند، تگزاس. پارک ملی بیگ بند در غرب تگزاس قرار دارد و با مکزیک هم مرز است. در این پارک از بیش از 1200 گونه گیاهی، 450 گونه از پرندگان، 56 گونه از خزندگان و 75 گونه از پستانداران محافظت می شود. مشخصه های زمین شناسی پارک شامل فسیل های دریایی، استخوان های دایناسورها و آذرین تیغه است. از نظر تاریخی نیز این پارک اهمیت زیادی دارد. برخی از فعالیت های محبوب در این منطقه کوله‌گردی، راهپیمایی و پرنده‌نگری است. 6. دریاچه کراتر، اورگن. پارک ملی کراتر پارکی طبیعی در ایالت اورگن در آمریکاست. این پارک 742 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای یک دریاچه است که عمیق‌ترین نقطه آن 594 متر عمق دارد که دومین نقطه عمیق در آمریکای شمالی و نهمین در جهان است. البته میانگین عمق این دریاچه 350 متر است که از این جهت نیز سومین دریاچه عمیق جهان است. همچنین این پارک در 22 می 1902 به ثبت ملی رسیده است. 7. چشمه منشوری بزرگ، وایومینگ. یافتن شگفتی‌های طبیعی در پارک ملی یلوستون کار چندان دشواری نیست. اما بزرگترین چشمه آب گرم این پارک جالبترین و زیباترین جاذبه آن است. چشمه آب گرم که به آن چشمه بزرگ منشوری میگویند، آب بسیار گرم و با رنگ‌های منشوری خیره کننده‌ای دارد که از مرکز آن ساطع می‌شود. چشمه بزرگ منشوری در واقع شبیه رنگین کمانی است که طیف نور سفید را از طریق منشوری به بازه‌ای از رنگ‌های قرمز تا آبی تبدیل می‌کند. چشمه بزرگ منشوری جزو بزرگترین چشمه‌های آب گرم جهان و آمریکا به حساب می‌آید و وسعت تقریبی این چشمه حدود 90 متر است. 8. جنگل بارانی هو، واشنگتن. جنگل بارانی هو اولین جنگلی است که به ثبت یونسکو رسیده. به واسطه بارش‌های فراوان این منطقه، سبزی این جنگل جور دیگر به چشم می‌آید و سرسبزترین جنگل لقب گرفته. اکوسیستم بی‌نظیر این منطقه که طی هزاران سال بدون تغییر باقی مانده،
یکی از جذابیت‌های این منطقه به شمار می‌آید. درختان متنوع و سرسبزی در این جنگل رشد می‌کنند که بسیاری از آنها پوشیده از خزه هستند. جنگل بارانی هو بسیار آرام و ساکت است و افرادی که از این جنگل دیدن می‌کنند به سختی می‌توانند از آرامش آن دل بکنند. 9. ساحل ناپالی، هاوایی. پارک ایالتی ساحل ناپالی مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعت را به نمایش می‌گذارد. نواری 17 کیلومتری از صخره‌های مرتفع پوشیده از شاخ و برگ به همراه غارهای جادویی، تونل‌ها و آبشارهایی که به دریا می‌ریزند. در این منطقه می‌توان جانورانی مانند لاک‌پشت دریایی، دلفین فرفره، نهنگ گوشپشت و گونه‌ای در معرض انقراض فوک راهب را دید. برخی از فعالیت‌های محبوب در این پارک شامل غواصی، قایقرانی و دیگر ورزش‌ها و تفریحات آبی می‌شود. همچنین در ساحل ناپالی می توانید قبایل بومی منطقه را از نزدیک ببینید، شاهد سبک زندگیشان باشید و حتی در مراسم‌های آنها شرکت کنید. 10. آبشار شوشون، آیداهو. آبشار شوشون روی رود اسنیک در جنوب ایالت آیداهو، کشور آمریکا قرار دارد و برخی آن را نیاگارای غرب می‌نامند. ارتفاع شوشون 65 متر است و عرض آن به 300 متر هم می‌رسد. این آبشار برای اولین بار در میانه قرن 19 میلادی به عنوان مقصد گردشگری به شهرت رسید و برای مدت بیش از 150 سال یک مقصد محبوب گردشگری بوده است.